شوکت گوش کن، سیلین از این کار خبر ندارد. آهسته آهسته میگیم، زود با او نگوی. ای برادر یا خیلی گپ میزنی که گویا ما کودکیم، ما هم عقل داریم اخی. میفهمی؟ البته. داملازیو با زورو یکم واقعی رخ داد. نه شما آرام شوید. دوگانات دزدیدن سیلین. چی؟ دزدیدن؟ نه احمق. آرام شوید. دزدیدن گفتید؟ شنید دزدیدن؟ تو چه خیلی آدم هستی؟ ای برادر هیجان دختر رو ندیدی؟ من برای آن گفتم که باز فکر نکند که ینگه زهرا مرده است. خانم سیلین لطفا کمی آرام شوید. زورو خوب است ایلتیماس راستش رو گوید. ما از کجا میدونیم که اون مرده زنده خوبه؟ یا سوال میتی که همین دختره که گریه کنه و فخ بکشه هم خشموش میبینیم. کی او را دزدیده است؟ اکنون زورو چیکار میکند؟ ما هم نمیدونیم سیلین جان. از کجا دونیم؟ یک دو آدم نقابدار اومده زهرا را بور کرده بردن. با فکرم او را انیق میکشن. شب تموم. لیکن دوستی عزیزم این خیلی نمیشود. آخر کم فکر کن. آخر آرام شو. فکر کن. گپ نیست برادر. چی؟ بشق. تمام دوملا فهمیدم. گپی گفته که میکنم دوملا. یک شرمندم کردیم. بله گویا که او خاطر شد. داملازیو یکی زهرا رو یکم کار کنه. نه گوش کنید خانم سیلین لطفا کمی آرام شوید. از کجا میدونید؟ ای بخیزیم بریم اینجا. در اصل حالش خوب است. تنها جایش رو نمیدونیم. با او گپ زدید؟ گپ زدیم و پرنه. شاید تلفن دوملا تمام شد. از آواز زهرا فهمیدیم که حالش خوب است. بیچاره دوگانم. حالا چقدر ترسیده ایستاده باشد. خانم سیلین آرام شوید. گوش کنید من زهرا رو مییابم. لیکن اگر این رفتار کنیم با زهرا کمک رسانده نمیتوانیم. تمام. گوش کنید آقای اکرم این رو نمیدوند. شما هم با او نگویید وگرنه او بسیار غمگین میشود. حالا گوش کنید. نقشه این است. نقشه را میفهمانم. لطفا مرا گوش کنید. نشان با شما.